شو بزید ما اول باید زرنگ باشی، نه زیر سرت کلا بره، چون سعی میکنن سرت کلا بذارن عزیز من، سرت کلا بذارن دیگه. از این بیتر نشستی تو ایران، جوونید، حقم دارید. وقتی انسان جوونه بیشتر تو رویای، تو آینده برش خودش رویاهایی میسازه، ولی به سن بنده میرسه که رویایی نداره، با خاطرات گذشته سعی میکنه زندگی بکنه. بنده خودم یک زمان جوون بودم، علاقه من به سینما، برای اینه که گول نخورید، تحقیق کنید. تو همین لس آنجلس که اینجا در خود مرکز هستن، خیلی از این دنیای موزیک، ترانه‌سرا، تنظیم کننده، آهنگساز، خواننده اینقدر به هم چک دادن چیکارشون برداشته، قرارداد نوشتن، وکیل نوشتن، بعدم به موقعش زدن زیرش. چون در اینجا اینقدر گرفتاری ها زیاده، یارو میونه که اگه بخواد بره مثلا اگر یارو 50,000 دلارشو خورده، خب باید بره وکیل بگیره دیگه، باید 50,000 دلار خرج کنه، از کار زندگیش بیفته که بخواد مثلا 50,000 دلارشو بگیره، ازش میگذره چون گرفتاری زیاده. و اینم اضافه کنم در این آمریکا سه شغل معذرت میخوام پدری مردم در آوردن، اکثرشون نه همشون. اول وکیل به نظر من، دوم دکترا هستن، باز به نظر من، بازم گفتم نه همشون ها ولی خود زیادشون، سومی میکانیکا هستن. میری پلو وکیل، فقط باش مشورت کنی که آقا مثلا من یه اختلاف پیدا کردم با خانمم، یا اختلاف پیدا کردم با این شریکم، اول نگاه میکنم ببینم پول مولی تو دستگاه هست، رفتی باهاشون فقط ازشون سوال کنم، میبینی یه کاری میکنن، در آخر میبینی زن 3 طلاق دادی، پولایم که هر چی بوده رفته تو جیب آقای وکیل. تو همین لس آنجلس من خواننده میشناسم، باهاش صحبت کردم، ولی متاسفانه به خاطری که میگه آقا آبرو دارم، نمیخوام، حوصله ندارم، 130,000 دلار کم پول نیست. 130,000 دلار یعنی مدارکش به من نشون داد که روز اول رفته پلو یک آهنگساز، قولای دیگه بهش داده، گفته مثلا با 30,000 دلار، هی بهانه آورده، آهنگش دیر داره، از آخرم میگه آقای ناجی 130,000 دلار پول دادم، خونم گرو گذاشتم، بچه خیلی خوبی هم صداشم خیلی خوبه اونطوری که دیگران گفتم، من نشیدم. گفتم خب چی؟ گفت آقا آخرم هیچی تو دستم نیست، آهنگام نیمه کاله، زرنگن دیگه، میدونن چیکار کنم با شما خواننده. اولش خب وقتی بخواد یک نفر جیب شما رو بزنه، سرتون کلاه بزنه، که از اون اول چیکار میکنه؟ با روی خندان اعتمادتون به دست میره، قولهایی میده، ولی در آخر میبینی تمام حرفایی که زده چون مهم نیست برای اون که دیگه شما باهاش حرف نزنین، چون دوستای خودش داره. گفتم به آقای فرید زلاند من چیزهایی در هفته گذشته بودم صحبت کردم با اون اطرافیان، تلفنی گفتم اینها نظرشونه، و کسی هم که مثلا گفتم آقای شارخ منگولی رو خودم شاهد بودم دیگه، 20 سال آرایشگر من بود، هر وقت رفتم دیدم شروع کرد به نالیدن. گفتم الان همین آقای شارخ منگولی تو همین شهر هست، خود ایشون رو میشناسش، خودش گفت آقا 36,000 دلار خرج شد، اینقدر سر من داد زد، اینقدر اعصاب من خراب کرد که من اصلا خوانندگی رو گذاشتم کنار. چون نه ایشون، چون اون طرفی که شما رو به عنوان خواننده میخواد معرفی کنه، من تو رو ابید میکنم، من تو رو داریوشت میکنم، من تو رو مثل گوگوش با اوج میرسنم، اون بیشتر رو فکرش تمرکز رو پولته. وقتی اون پولی که تو نظرش از شما به دست آورد و میدونه که دیگه شما پول زیادی نداری، رو هوا ولت میکنه. یک نفر آمد توی شهر، الانم تو زندان متاسفانه، از نظر روحی فکر کنم باید تعریف کنم، از نظر روحی مریض بود، بهش میگن عباس مار سفید، به نام عباس مار سفید اومد.
همین آقای منصور سپرمن که الان اینجا نشسته چیز هست باش مسابقه کرد، پولم ازش گرفتن. میگفت من فلانجا رو فرم میکنم 10,000 نفر فلان. همه میدونستن که این از نظر روحی مریضه و الان هم خیلی حالش بدتر شده. 50,000 دلار پول در اثر یک بیمه یه جا گیر آورده از کانادا آمد، پولش گرفتن، بیچارهش کردن. نگفتن آقا تو خواننده نیستی، یعنی واقعا خواننده نبود، اصلا هیچ صدایی نداشت، فقط روحی مریض بود، فکر میکرد خواننده و دوستان برنداکس عزیزم میدونستن که آقا این مریض از نظر روحی، قشقش هم میخندیدن. بلای به سرش آوردن که من خودم شاهد بودم توی ماشینش میخوابید. آنها گفتم تو زندان نزدیک لاس وگاس. الان بعضی دوستان زنگ میزنن میگن آقای ناجی‌زاد واقعا خیلی شجاعی. درباره همین قضیه مثلا فرید زوران که من هفته گذشته صحبت کردم، یکی از این خواننده ها زنگ زد مثل که دلش پر گفت آقا ناجی‌زاد واقعا دمت گرم خیلی شجاعی. من اصلا شجاعتی در حقیقت گفتن نمیبینم. این حق، این وظیفه منه به عنوان یک رسانه همگانی که در یک مملکتی دارم با شما صحبت کنم آزادی بیان وجود داره. این شجاعت نیست، این وظیفه من دارم مثلا میگم. ولی چون متاسفانه اکثر این رسانه‌های همگانی این مسائل مطرح نمی‌کنن، به قول خودشون دنبال دردسر نمی‌گردن یا نمیخوان منافعشون به اتفاق بیفته، من همچی حرفی میزنم فکر کنم یک شجاعته. آقا دوست عزیز باور کن شجاعت نیست، این وظیفه‌ایه. خب من اگه توی مملکتی که آزادی برای صحبت کنم پس کجا صحبت کنم؟ اصلا ما اکثری می‌بینم این همین برنامه سازا که باهاش چیزا آخه تا کی ما اصلا ما میگیم دنیا اومده همش باید بترسیم. از شاه ترسیدیم، از امام خمینی ترسیدیم، از آقای خامنه‌ای ترسیدیم، همه از پلیس محلمون ترسیدیم، از معلممون ترسیدیم، از بابامون ترسیدیم، همش با ترس ما بزرگ شدیم. اینجا هم که آمدیم ناخودآگاه چون این ترس رفته توی سلولهای بدن ما بازم میترسیم. آقا داره فلانی اشهاف میکنه، داره خیلی لطمه زده توی جامعه به مردم، هیچی نمیگیم، بگیم میترسیم. ای آقا حوصله داری؟ سر درد میکنه دستمال چرا میبندی؟ ویل کن آقا، دشمن بره خودت نساز. ای آقا پس چی؟ پس تو چرا آمدی توی این شغل؟ چرا آمدی توی این شغل؟ یکی از وظایف سنگین این شغل و مسئولیت در مقابل جای اینه که حقیقت رو به مردم بگی، نه دروغ بگی. وقتی من حقیقت رو میدونم به شما نگم این خیانته، مثلا تو شغل خودم. و این شغل من بارها با شما صحبت کردم، دربارش گفتم، دارم تکرار باز میکنم که آقا باور کنید این یک تلویزیون، این یک رسانه همگانیه، یک جامعه مسئولیتی 100 برابر بیشتر از یک دکتره و خطرناکتر از هر وسیله دیگه هم هست. یک دکتر یا اشتباه بکنه یا آدم رو میکشه، میگیرنش، لایسنسش هم میگیرن. و یک تلویزیون، یک برنامه ساز، یک مقاله نویس، یک فیلم ساز، یک آهنگساز، یک ترانه سرا ممکنه با یه شعرش، با یه آهنگش، با یه مطلبی که تو تلویزیون میگه، با نشون دادن یک دقیقه یه فیلم، یک جامعه رو به هم بریزه، حالا یا به طرف خوبی یا به طرف بدی. پس ببینید چقدر وظیفه سنگینه داره.